با درود بینندگان گرامی، اخبار آزادی رو با توضیحات تاجیکستان جهان منظور شما میکنیم. امروز 30 سپتامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. در شهر وحدت یک زن تاجیک رو برای جنگ در افغانستان زندانی کردند. خویشاوندانش میگویند شوهرش او را فریب داده به آنجا برده است. من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتیده، خودش داخل سرسام و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. وزیر قدباری گروهی از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان، آنها از ترس طالبان خیمه هایشان را برکندند و زیر آسمان و هوای سرد میخوابند. پاداش برای خدمت و یا چگونه مقامات ولایت ختلان به خانواده های کارمندان سابق فرهنگ و معارف برای ترک منزل هایشان مهلت دادند. پروفسور دکترای 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میره ما بگیرن. ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش. دادگاه شهر وحدت یک جوانزن 31 ساله را با جرم شرکت در جنگ‌های خارج از کشور به 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادگاه، عالمه کمالова به افغانستان رفته در منطقه تحت نفوذ داعش جنگیده است. خود کمالova در دادگاه گفته است هیچگاه در هیئت گروه‌های تندرو جنگ نکرده است. هرچند همکاران مامور رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین به تالار دادگاه راه نیافتند، ولی جزئیات را از جریان مرافعه به دست آوردند. حکم دادگاه شهر وحدت در نسبت عالمه کمالova امروز 30 سپتامبر اعلان شد. بر اساس قرار دادگاه، کمالova 12 سال زندان را در محبس نظامش عمومی پس سر می کند. دادرس ضمن قرائت حکم گفت که گناه عالمه کمالova ثابت شده است، ولی خود عالمه کمالova در ضمن سخن آخرینش در دادگاه گفت که او گناهکار نیست و به خاطر اطاعت از شوهرش راضی شد که همراه او به افغانستان برود. عالمه کمالova گفت که شوهرش به او وعده داد که به افغانستان به توی یک دوستش می رود، ولی به گفته او وقتی به آنجا رسید شوهرش حجت‌های او را سوزاند و دیگر نتوانست از آنجا بیرون شود. کمالova چند مراتب از دادرس خواست که به خاطر 4 فرزند نابالغش او را آزاد نماید. عالمه کمالova در دادگاه گفت خود را به نیروهای حکومتی افغانستان تسلیم کرده 2 سال را در محبس پل چرخی گذراند و در این مدت چند مراتب با نوشتن نامه از حکومت تاجیکستان و از سفارت تاجیکستان در کابل درخواست کرد که برای بازگشت به وطن به او کمک کنند، ولی این ساکن شهر وحدت گفت که هیچگاه امید نداشت که او را در تاجیکستان دوباره زندانی میکنند، چون به گفته خودش میخواست به وطن برگردد و زندگی نو بنیاد کند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند از قرار دادگاه ناراضی‌اند و از بالای آن به زینه کساتسیون شکایت خواهند برد. برای که فرزند ما برای چیز نرفته بود، برای مثال انا فریب شوهرش قضیه رفته بود، در این کار غلطی رفت شوهرش، من شوهرش رفت، من خودش مثال در چی اشتراک کرد نکرد، مثال شوهرش اینا فوتیده، خودش داخل سرسام و سرگردان تا این حکم تاجیکستان آمد. دیگه تاجیکستان با یک آرزو هوس اومد، ولی مادری 4 فرزند که با یک آرزو هوس اومد که حکم تاجیکستان برعکس گرفتن و برای پرونده جنایی شدن. عالمه کمالova 31 سال داشته. به گفته نزدیکانش سال 2013 با یک ساکن شهر وحدت عائله‌دار شد و 2 سال بعد برای کار به روسیه رفتند. نزدیکان این ساکن شهر وحدت گفتند که تنها سال 2017 فهمیدند که او به سوریه رفته است، ولی به گفته آنها عالمه کمالova نه به سوریه بلکه از روسیه نخست به ایران و از آنجا به افغانستان رفت و طول 5 سال در شهر جلال آباد بود. معلوم نیست که او در آنجا در هیئت کدام گروه بوده است. معلوم نیست که عالمه کمالova کدام وقت و در تحت کدام شرایط به تاجیکستان آورده شده است. نزدیکانش گفتند که در این باره اطلاع ندارند، اما دادرس ضمن قرائت حکم گفت که سنه اجرای جزا از 12 ایول سال 2021 حساب کرده می شود. نزدیکانش گفتند که از آوردن او دیر خبردار شدند. همین ما انا با همه کمک خلاص فهمیدیم داودا کردن ایسو کردن، اگر ما هیچ نمیدونستیم کی آوردن چی ولی ما نمیدونستیم. بعد پیدا شدن گروه تندرو دولت اسلامی، ده‌ها زن تاجیک همراه شوهرانشان قسماً به سوریه و عراق و یک قسمی آنها به افغانستان رفتند. اکثر این زنها در صحبت با رسانه‌ها گفتند که فریب شوهرانشان را خوردند و هیچگاه در هیئت این گروه تندرو جنگ نکردند. مقامات تاجیک وعده دادند که این زنان تاجیک را به وطن برمیگردانند. تا این دم قسمی از زنان تاجیک به خاطر شرکت در هیئت گروه تندرو دولت اسلامی در عراق زندانی و یک قسم دیگر در سوریه در اردوگاه‌ها نگهداری می‌شوند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی شهر وحدت.
در همین حال صدها خانواده افغان که از بیم طالبان فرار کردند در سازمان ملل متحد خواهش دارند که برای پناه یافتن در خاک تاجیکستان برایشان کمک کند. این مردم میگویند اینک بیش از یک ماه می شود که در مرز با تاجیکستان در شرایط ناگوار قرار دارند و نمیدانند که آنها را چی سرنوشتی در پیش است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. خانواده های پناهجویان افغان که در مرز تاجیکستان خیمه زده بودند بعد تهدید طالبان آنها را کنده در برخی خانه ها پناه برده اند. بعضی در خانه های بی‌بام زندگی میکنند. آنها از جامعه بین المللی و حکومت تاجیکستان خواسته اند که کمکشان کنند. اینم تو روزگار است، اینمی طفلا هستند، این تو سرپناه نداری، سر زیباز است، شوینا خنک میخورند. در نوارهای تازه‌ای که پناهجویان به رادیوی آزادی ارسال کرده اند دیده می شود کودکان در زمین‌های خشک زندگی میکنند. میگویند که بعضیشان بیمار شدند و دارو برای معالجه ندارند، حتی از نواربرداری خود هراس دارند و میگویند که ممکن است سرپناهشان را آتش زنند. چون خانه نداشتیم، در اونجا خانه ما را در دادند، در خانه ما در آمدند، نفرای ما را بردند. در هر خانه اجاره پناهجویان تا 30 نفر جا شدند. تنگ دستی آنها را مجبور کرده است که با چنین شرایط زندگی کنند. زیاده از 35 روز در اینجا مانده اند و از کمبودی آب و غذا و داروباری رنج میکشند. حالا خواست آنها از سازمان ملل متحد این است که کمک کنند تا در خاک تاجیکستان پناه یابند. بیشتری خانواده‌های پناهجویانی که در مرز با تاجیکستان قرار دارند از تمام مناطق افغانستان هستند. پناهجویان در مرز با سربازان تاجیک صحبت داشته‌اند. در صحبت سربازان تاجیک به آنها گفتند که اجازه ندارند آنها را به خاک تاجیکستان وارد کنند. مقامات رسمی هم چیزی درباره این آوارگان نمیگویند. محمود جان رحمتزاده، آزادی. آسان و دسترس. خبرهای نو را از کانال تلگرامی رادیو آزادی دسترس کنید. برنامه را ادامه میدیم. مقامات ولایت ختلون ساکنان یک بینا را آگاهنامه دادند که در مهلت تعیین شده خانه هایشان را ترک کنند. مسکنان این بینا عائله های کارمندان سابق مقامات، فرهنگ و معارف می باشند. گروهی از آنها میگویند در حالی که پیوندانشان عمر خود را برای خدمت به وطن بخشیدند، پاداش این است که در کوچه میمانند و گوش برای شنیدن حرفشان نمییابند. همکاران ما به شکایت ساکنان و نظر مقامات گوش دادند. جایزه، افتخارنامه و عکس‌های سامرات حاتموف. آوازخوان خادم خدمت نشان داده تاجیک همچون خاطره برای فرزندانش ماند. همسرش 10 روز پیش فوتید و این عکس‌ها باید دیگر اینجا نباشند. مقامات به آنها نامه رسمی فرستادند که خانه را خالی کنند. 28م خالی کنید، روز 29م خالی که نکنید مجبوری خانه کشیده میگیریم. این خانه را برای پدرم برای خدمتاش رئیس ولایت داده بودم. واسه با مادرم هم درام تئاتر کار میکردن. همونجا برآمدن مادرم هم نفقه. یکی بسیار عذاب دادن. فرزندان سید مراد حاتموف میگویند خانه هدیه به پدر بود و حالا نمیدانند که به کدام اساس خانه را از آنها میگیرند. وقتی که رحمتی پدرم زنده بود و پدرم این را توفه کردن. وقتی که پدرم مرد اومدن که هیچ خیلی دولت خونه توفه داده بگشته کشیده میگیرد، همینش به حیران شدم. در این بنا که 50 خانه دارد 20 خانواده آگاهینامه گرفته است که باید خانه اشان را خالی کنند. ساکنانش میگویند جای رفتن ندارند. پولی نداریم کوارتیر بشینیم، پولی نداریم خونه بخریم. این زنی بازنشسته همسری عبدالحمید پهلوانوف، پروفسور، نامزد علم‌های پداگوژی و کارمند شایسته تاجیکستان است. 18 سال است اینجا زندگی میکند، ولی او هم باید خانه را ترک کند. جناب همون سال اینستیتوت اومده گفته چی کم بودی دارین گپ زنی خیزوندهشون اومده که ما خسته گفته که ما خونه نداریم. بعد همیشه میرلی میگه خیزونده مایلس گفته که اول نمی پروفسور خونه میدی. خیزونده صد ما کشو میریم چیکار میکنیم؟ خود نوگانم دادن که به خزینه خونم. همسر پروفسور تاجیک میگوید چنین رفتار مقامات به احترامی و قدر نکردن کار اهلیزیا و معلمان است. 49 سالی کاری دارم. در ساحه معارف کار کرده است. یک عمر در معلم یونیورسیته بود. این نامزد داره، کارمند شایسته جمهوریت، پروفسور دکترای 4 تا دیپلم داره. نخو که ما قد یک خونه را نداشته باشم که میره ما بگیرن. ما کجا میرم چیکار میکنم میگیرنش. در این بنا در عموم کارمندان سابق حکومت اداره فرهنگ و معارف زندگی میکنند، ولی خانه ها دولتی نبوده اند. همه که بجان آوردگی هم که دیگه ما تمام نمیدونیم کجا رویم. بگذار بدادی ما رسد. بگذار ما غیر قانونی خدمتی نیست. خانه خدمتی میشد که
قطعی همکار باید شرطنامه بسته شود. خانه خدمتی باید شود که پروتکل یک نمود برو. از حکومت ولایت ختلان گفتند که خانه هایی که سر آن بحث می رود خانه های خدمتی اند و از این رو آنها به دادگاه مراجعت کردند که امر خالی کردنشان را صادر کند. امری که می تواند 10 نفر را به جا و به سرپناه کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک نتیجه‌های پیشکی آزمایشی واکسینه کووید 19 برای کودکان را به اداره نظارت بر مواد خوراک و داروری پیشنهاد کردند. شرکت فایزر روز 28 سپتامبر گفت که آزمایش‌ها نشان دادند واکسینه برای کودکان از 5 تا 11 ساله مناسب میباشد. کاوی مرسیاتو گزارش صدای آمریکا را در این باره تقدیم میکند. عین زمان واکسینه آفریده شرکت فایزر و شریک آلمانی آن بیونتک به نورسانی از 12 ساله بالا زده می شود. حالا به گفته فایزر آزمایش نشان داد که واکسینه برای بچه‌های تا 5 ساله هم مناسب است. من با خوشحالی زیاد اعلان میکنم نتیجه های اولیه را به دست آوردیم که نشان میدهد بعد واکسینه بدن کودکان از 5 تا 11 ساله واکنش قوی و قانع کننده نشان میدهد. فایزر به کودکان مقدار کمی واکسین و سیک آن را داده است که نورسان و کلانسالان میگیرند. شرکت نتیجه های پیشکی را به فرانک اسپر طبیب بیمارستان کودکانه کلیولند نشان داده است. با وجود مقدار اندک در کودکان واکسن عین کلانسالان واکنش قوی نشان داد. از این رو ما واکنش مستحکمی را می‌بینیم که برای محافظت از بیماری کافی است. هرچند کووید 19 کودکان را سخت بیمار نمی‌کند و یا کمتر می‌کشد، اما نوع دلتا و واگیرتری آن تعداد کودکان بیمار را زیاد کرده است. به خصوص به سبب سرایت نوع دلتا کودکان بیمار زیادتر شدند. خوشبختانه مرگ کم است اما بیماری مشکل آفر است. علاوه بر این آریزه های بیماری در کودکان برای دراز مدت میماند. کودکانی از 5 تا 11 ساله هم مثل کلانسالان باید 2 دفعه واکسینه بگیرند و گاهی مثل کلانسالان بعد آن خستگی، سردرد و بدن درد داشتند. اما گزارش درباره به التهاب قلب و یا میوکارد گرفتار شدن آنها نیست. گروه خرد نورسان پس از واکسینه به این بیماری گرفتار شدند. فایزر امیدوار است که واکسینه برای کودکان طلبگار زیاد می‌یابد. مایا هوبری 10 ساله از نیوجرسی یکی از 2000 کودکان است که در آزمایش‌ها شرکت کرده است. مادرش نیشا گاندی طبیب است. مرگ انسان‌ها از کووید، ترس از آوردن کووید به خانه برای عائله ما وحشت انگیز بود و هست. این عائله نمی‌داند مایا واکسینه گرفت و یا داروی تسکینی درد، ولی خودش می‌داند که بعد گرفتن واکسینه چی کار می‌کند. اولین کاری که میکنم به خانه همه دوستانم میروم و شب با آنها میمانم. و والنتینا казакова як мансабдори вазирати корҳои дохилии Русия ҳушдор дод ки баъди 30 сентябр пулис ҳақ дорад муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Русия беронад. моҳи июни имсол президенти Русия Владимир Путин фармон дар бораи тамдиди буду боши муваққати муҳоҷиронро дар Русия то 30 сентябр имзо карда буд. то охири ин моҳ шаҳрвандони хориҷие ки барои дар Русия мондан асоси қонунӣ надоштанд мебоис буду боши худро қонунӣ гардонанд. мақомоти Русия муҳоҷиронро огоҳ карданд ки моҳлати қонунигардонии буду бошашон имрӯз ба поён мерасад. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ анҷом ёфт. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабару гузоришҳои дигарро чун ҳамеша дар сомонаи радиои озодӣ метавонед дарёфт кунед ва гузоришҳоро дар озодӣ видео бубинед. ман шумо азизонро фардо дар барномаи сархати рӯйдодҳо мунтазир мемонам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якшон.